سلام خدمت شما بینندگان عزیز خوب تلویزیون. همینطور که در تصویر مشاهده میکنیم آمدیم به ولسوالی پشت زرقون و ما دعوت کردم به یک قریه که یک قریه من از زبان خود عدنا میشنویم که یک قریه چی نام دارد. تا آخر ما رو بیننده باشین، دنبال کنید. خب بازم سلام دارم خدمت شما بیننده های عزیز. خدا کنه که برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. بیننده های عزیز بخشش باشه دیگه، کمک ما خور پیش دادیم به خاطر ازی که به داخل فعلا ابراهیم و به داخل همیت یک کوهای هستیم که اینجا دیگه هر چی فکر کنیم هوا سرده که اصلا طاقت نمیشه. ابر هم کمیت هسته که بی اندازه که فقط اندازی 5 متر 4 متر کسی رفیق خور نمیبینه. خب اینجا یک درخت سوریه به قدرت الله پاک که این درخت 20 متر دور از اینه، همین حلقه دور از این، یعنی دبلی از این 20 متر که باز تاریخ از این درخت از دوستان میپرسیم. یک چیز دیگه خیلی جالبه دیگه، ما و شما نعمتهای الله پاک نمیفهمیم که چی رقم اگه قدر بدونیم خوب میشه. این درخت به شکل انسان شکم داره. مثلا بعضا البته معذرت دیگه گپ بعد گنده برداشت نکنیم بیننده عزیز، مثل بعض آدمایی که خیلی چاقم و مثلا شکم اینا دبله با شکم از این درخت هم شما علد مقبول نشون میدین که سیکل مثل انسان این درخت شکم داره و بر از این سعی کنیم قد از هم تقریبا شاید 20 متر باشه، منتها 20 متر بر داره. شما خواهشمندین که با ما باشیم و بیاییم ما دنبال کنیم. ما که هدف ما بیننده های عزیز زمین حقیقت رستی به روز زمستون امشب برفی هم اعلان کردم. ما فقط به خاطر ازی که شهر دیگه داخل بازار و سرصدا و قیقدات محترا و سکیلا به شما خیلی خستکون شده. ما کار میکنیم که مثلا به کوهای دوردست بریم، به ولسوالی های دوردست بریم، به ولایت ها بریم، جای تاریخی و جای جالب برای شما به تصویر کشیم که حداقل بتونیم شما لذت ببریم. اعصاب شما خراب و مشکلات زیاده وقتی که فضا مشاهده میکنیم، این برای شما خیلی خوش تیر میشه و حتما لبخند فکر کنم خود فامیل خود میزنیم. لبخندم میفهمیم خوبه. انا خواهشمندم از شما که فقط تشریف بیاریم. نعیم جان هم که امیدی من خود شکران بچی من خود من دیگه به می زمستون. خب رسیدیم به پای درخت دوستا. ما این درخت اگه متراج کنم این فکس دوستا گفتم 20 متره، اگه باز ایتا به بغل خوب بگیرم شاید که به 10 نفر 15 نفر برسه که دور ازیر. حتی به شکل راپله بیننده های عزیز به شکل جان کمی پس کردیم شکران ای بالا میشه بالا شو شکران راحت. این به شکل راپله بیننده های عزیز، به شکل راپله مقبول این پا گذاشته میشه می تا بالا میشم با آخر. حتی ای تا فکر کنم شش تا به زیبره، بعد جنوبی و بعد قبلی و بعد شمالی و اینا کلن همه به شکل درخت، منتها درخت یک درختیه. این هم چیزی که پیشتر به شما گفتم، این هم شکم همی درخته. حتما یک 5-6 کیلو قلورتوری شیبو خورده امرو چاشت. این شکم درخته. سعی کنیم که 1 میلی فرق نمیکنه. سعی کنیم این بدنه شکم درخته و این درخت خیلی جالبه که این دوستان میگم که به داخل ازی به آخر ازی یک شاخل کلونیه که سبزه
سبز یعنی میفهمی چی؟ سبز مثل چمن نه، مثلا مثل درختو سبز باشه، مثل علف سبز باشه. این سبزی جدای داره، سبزی خاصی داره مثلا که مربوط به زی درخت هم نمیشه. باز یک آخلی هست که خیلی دباله که این فکر کنم میگم برقک زده بوده. برقک وقتی که بارش میشه برقک زده که از بین بو برده خوش شده باز همی و قدرت خدای پاک که حساب باروندگی و کریز اینا اگر چیزی میخورده باز همی درخت همیت تازه بمونده. و ما کناره از این دوره بر از این متراژ میکنیم. باز از دوستا میپرسیم نام خدا. ها درخت انجیری هم این بدن ای اگر به حساب تلر حساب کنیم شاید که اگر میده کنم ایر بندازونم شاید 4 تا تلر بشه. 4 تا تلر که بیای ایر تل اول بتونه کش کنه. اگر خواسته باشم مردم بیننده های عزیز این خواسته باشم یک روزی اره کنم شاید امکان داره 20-25 روز کلونگ باشم بزی که ایر اره کنم و اره هم فکر نکنم که به هیچ عنوان اره برقی یا غیر دیگه ایر درخت قلم کنه. خیلی جالبه، خیلی اینجا وسط از این درخت شما مشاهده کنید که به شکل تو بسی که چی میشکنم وسط از این درخت به شکل یک جویه. وسط از این خیلی جالبه بیننده‌های عزیز. اینجا که هست یک جویه مثل جو او وسط خود درخت که اگر یک وقتی از بالا بارش ببارم تو مقبول از این جو مقبول امی او میرزه و 2 تا جو پلوه، یک جویی بره یک جویی بره و با او هم کاسته به شکل یک شرشریه. وسط از او لخشکی بری و از لخشکار دیدیم که او داره به شکل لخشکیه. خب ماما جان سلام، یک دقیقه اگه تشریف بیاریم بفرمایید. بیاییم ماما جان بیاییم همینجا اگه استاشیم. سلام مونده نباشیم، رو خورم وزو بر کنیم، دست ما باشید. سلام مونده نباشیم. ساعت شما خوبه؟ خوبیم سلامتی. زنده باشیم. البته چاش نون نخوردیم. نون خوردیم چه؟ خب کمی قوی تر گپ زنیم. من که 1 ساعت به کوه میدم مونده نشدم. خب نام شریف شما؟ عبدالرحیم. بسیار خوب. شما از کجا هستین؟ از این قریه سور. بله. خب این منطقه شما سور میگن؟ به نام این درخت یاد میشه این قریه. ماشاءالله. خب شما یاد میدیم یا کسی گفته برشون که این درخت کی بوشونده و اسم از اون شخص چیه؟ بابو ما یاد نمیده، میگه همین تو ما یاد میدیم همین درخت بوده، این نهال هم نبوده، همین تو کلون بده. نهال نبوده؟ نه نهال زیر کسی یاد نمیده. یعنی سابقه تاریخ از چی قدر؟ تاریخ از دیگه خدا خبر. اصلا کسی از بزرگا ما میگن ما یاد میدیم همین درخت کلون بده، این نهال نبوده که نهال بوده باشه. بابا شما میگم درخت کلون بده کسی نهال شونی نکرده. بله. یعنی تا که شما میگیم شاید 100 سال بشه. شاید نه از حسابی که بابا شما میگم. بله بیشتر زیادتر میشه. این همی تو بوده دیگه. سابق این سرشاخهایی که ما شما دیدیم و سعی کردیم اینا همه برقک زده باد پایه اینا شکستونده. این خیلی قوی بوده، سرای ازی هم کرون بوده. یعنی پاسیته که معلوم میشه 500 سال درخت. 500 سال 500 سال. یا این خدایی بوده، این کسی نشونده، این کسی چی نکرده. بسیار خوب. خب این با سورم داره وقتی که تازه از تموز دیگه همی تو دونه هایی داره، دونه ازی میرزه بله دونه میکنه. بسیار خوب. او شکم درخت هم که بله شکم از سابق. بسیار خوب. ماما جان ایر کسی ایر بگین که از این درخت کسی هم شده باشه که بیامده باشه دوزکی از این درخت اخلای خوش شده یا نشده قلم کرده باشن برای آتش کردن؟ نه این کسی اجازه نداره، کسی نمیتونه چه خونه میبینه که این آتش کنه. آها به خاطر که یک کرامات چیزی داره. کراماتی داره. بله. این اثار عتیقه گفته میشه، از سابق دیگه از اول کنی. بسیار خوب بسیار خوب. خب این تا که به روی آدم میتونه بالا شده که پیش بریم با آخر. بله میشه که بالا شنه بچه تا سر شاخه میره. شما هم تال بالا بشدین؟ نه کم. خب ماما جان این میگم 20 متر
برازی درسته دیگه؟ بله او 20 متر که هست. قد تازی هم شاید در 20 متر بالا باشه. قطعی که از 20 بالای او بالای قطعی. یعنی همین درخت می وزن خود داره دامن زوم. ها؟ دامن زوم. به وزن که من نمیفهمم دیگه خیلی قویه نه زیاده. دامن زیادتره. شاید 12 من نیم باشه. صحیحه؟ بله. خب ماما جان مصرفیات شما به زیگریه چیه؟ مصرفیات داریم چه کار میکنی؟ ما همینجی مالداری داریم و کشتکار کم بیش داریم کشاورزیه. بسیار خوب. خب چند خونه یا از اینجا؟ شاید 20 خانه باشه. 20 خونه. بله. خب نفوسی چی قدره؟ نفوسی 170 نفوس داره. بسیار خوب. همه به کشاورزی هم؟ کشاورزی هم هست، مالداری هم داریم. کشاورزی همه کشاورزی که ماما جان شما غیر از همین سنگ اینجا دیگه چیزی هم میبینین که اینجا کشته مندی شه؟ خب دیگه همینجا سنگ دیگه باز چردور زمین مواتر داره دیگه داره تو هسته. خب بسیار خوب. ما شما خواهش میکنم که ما تا داخل و داخل قریه نرفتیم، خود ما همراهشیم، ما راهنمایی کنیم که بریم داخل قریه. بله. بخیر باشیم. بیننده‌های عزیز بخیر بیایم به دنبال ما. سلام مونده نباشیم. سلام مونده باشیم. خیر سلامتی. جان شما جوره؟ خوب هستی؟ اشته خور کلوس کشیدین؟ خونوک هوا سرده. ولی خونوک یا زمستون؟ زمستونه. بسیار خوب. شب بیتر یا روز؟ بینن اردی تو خوبه. بله. بسیار خوب. خب اسم شریف ما؟ اسم شریف ما محمد. محمد جان. بله. خب چه کار میکنین؟ اینجا کشاورزی داریم. کشاورزی؟ بله کشاورزی. بسیار خوب بسیار خوب. چی میکاریم اینجا؟ اینجا این گندم و جو کم بیش میشه میکاریم. خب دیگه چی میکنیم؟ دیگه نخود جو گندم. بغلی موشین لبلبو شلغم زردک. اینا نمیشه اینجا. چرا نمیشه؟ اینجا زمین سنگ داره چی داره نمیشه. اینجا کن. خب بعد دیگه میشه؟ دیگه رو میشه بله میشه. خب جوانا بیشتر اینجا به چی کار مصرفه؟ جوانا بیشتر رو به ایران میرن دیگه. چرا شما نرفتین؟ خب ما هم نیت داریم بریم چند وقت. کی بخیر؟ همین صبح پس صبح اگه بشه. صبح پس صبح؟ بله. خب از طرف شو میریم یا روز؟ از طرف هر دو تایی. هر دو تایی. بله. خب این کار میشه؟ خب بله چه نمیشه. خب مجرد یا خونه دار؟ خونه داره. خب چند سال عروسی کردی؟ تهران 10 ساله. 10 سال. چند عروسی؟ یک عروسی. حقیقت؟ ده یک. خب میگم بیشتره؟ نه یک. خب چند فرزند داری؟ نه بیمانی 3 تا. خب چند اولاد؟ 3 نفر. 5 تا. 3 فرزند دارم 5 اولاد. ارباب سه. لالا 3 فرزند داره 5 اولاد. بسیار خوب. خب این اولادا شما دخترم یا پسر؟ 2 تا پسر یک دختره. بسیار خدا ببخشونه. خب او 2 تا دیگه چی هم؟ پسرم؟ کدی 2 تا دیگه. شما 5 اولاد داریم 3 فرزند. خب انا 5 همون 3 فرزند حساب که 2 تا پسر یک دختره. شما نمیگین 5 اولاد؟ همون پسر نه تو دیگه گفتن. چند تا فرزند داری گفتن 3 تا حساب. نگفتین 5 تا. ما خب تصویر داریم از شما. خب بسیار خوب. از ما راضیم؟ بله. خیر بینیم. اگه ما به شما بگیم بیاین که بریم شو خود شما مهمون شما شیم چی بار بکنیم به ما؟ با شما هم چی توانی که دیشی باشه ما باور کنیم. بازم مثلا همون توانی که دیشی ما هر چی بود دیگه باور کنیم. گوشت لنده است. گوشت لنده اگه بود باور کنیم بله. خب اگه نه به چیکار میشه؟ هست گوشت لنده همسایه شما به قرض میدن؟ ها به چی ندن. خب تیاره دیگه میشه کاین بستونی. چشم. اوکی. ما 6 نفر 5 نفر بیشتر نیم خود ارباب صاحب اینا. مشکل نداره. خودیار خوشحال باشین. ماما جان اسم شریف شما؟ نورالله. 6 7 نفر هم اینجا سور پوف کرده بیدک بدیدیم. بله. خوری تا کلاکاش پیش دادیم و تا چیزه. خب اومدی بیدم. از کجا آمدین؟ از گنج. از گنج. بله. امرو به گنج بودیم؟ بله. خب چی ببرده بودیم؟ چی برید مال بخری. چی بخریدین؟ 4 تا بوزی بخرید. کشته میگم اینا 1 2 خرگوش آوردن. ها؟ خرگوش نبود. چند خریدین؟ خب بسیار خوب. 4 تا بوز آوردین؟ بله. خب دونه چند خریدین؟ دونه 6000. 6000. بله. گرون نستوندین؟ برید دیگه. تکشات کو میدم به 6000. خب نسیه میتونه دیگه. خب به بیبی خود چی استونیم شما وصیت کردن؟ بیبی ندارم بمرده. با مادر بچه‌ها؟ مادر بچه‌ها هیچ. چرا؟ کمپولیه دیگه بعد. خب یک سوغاتی وجویی کنی. یک مرگ خاک چیزی میستونیم میشم میآوردیم دیگه. مرگ نبود خاک کمی دیگه هسته. تیار باشین. چند سال عروسی کردیم؟
همین 2 ماه میشه. 2 ماه؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. شوروا بیده اشکنه؟ اشکنه. اشکنه. بله. چند نفر نون دادیم؟ 3-4 نفری بیده. 3-4 نفر. خوبه بسیار خوب. پیشکش شما چنده بود؟ 6 لا. آفرین. خوبه با نونا میخوره ایقا. بله. خوب بیاین که برین خوش خوشا خود ما. شما برین خود ما. تیار باشی. خب بینندای عزیز، طوری که شما مشاهده میکنیم حاجی ماما اینا که هستن به حساب ارباب این قریه. حاجی ارباب بیزارین؟ بسیار خوب. ارباب صاحب محترم، اول سلام داریم خدمت شما، بعد نام شریف خور بگیم. عبدالعزیز. بسیار خوب. خب چی وقت میشه که مسئولیت از قریه به دوش شما نه؟ مسئولیت از غیره تقریبا از این سندیمو. از سن شما یعنی 15 سال پیش. درسته؟ بله. یعنی 60-70 سال به دست شما نه؟ نه انشالله ما 52 سال سندی منه. یعنی تقریبا 30 سال 35 سال میشه اینجا. ماشاءالله. همین قومای و اطاعت همدیگر و اتفاق همدیگر، همین مشوری همدیگر مکرونه. بسیار خوب. معاش شما به سر وقت میدن؟ معاش نداریم، ما خدایی خدمت میکنیم. حقیقت میتونه؟ حقیقت ایتا به حساب غله مله چیزی؟ غله کجا بیایه؟ مثلا همی گندم، کربی، نخوت، بغلی اینا که بشه هر کس زمینی داره کشت میکنه واصله داره. باشه داشته باشم. ای که شما تا شما اسیریم ای بجام کی؟ بیته که خدمت میکنه، ما برای خدا خدمت میکنه. خب بشک. هیچ یعنی معاش نداره؟ هیچ معاش نداره. خب این سکیله یا تیاره جیتی؟ این نزدیک به سکیله. هموک ز وزن می سکیل نیه. شما این دستکشار بسته کردیم، ایر بسته کردیم، این خورجی نبندختیم برای ای چیه؟ بوغ عموم اینجا بسته کردیم. اینا رو شرکت شما بسته کرده. سکیل ما مونده نباشین. خوبی بخیره. زنده باشین. کاکا چیگا پای عید شریف مبارک. عید کنیه؟ عید نیه؟ نه. یعنی اگه زندگی باشه عید نمیایه؟ میایه. 3-4 ماه دیگه به عید بخیر. بخیر میایه. خوب دیگه میگم بچه میگیم عید به کجایه؟ خب عید ازبط تا بیایه. خب اشتا خور پیش دادیم 16 تا اسکات و کورتیر بپوشیدیم. خنوک هوا سرده. دیشب ندیدیم تا تلویزیون اعلان که 16 نفر یخ زده بود؟ نه من ندیدم. ندیدین؟ نه ما خبر ندیدیم. برف کوچ آمده بود. برف کوچ به منطقه شما بیامده؟ نه تو ول نماده. خب اگه نماده تا پچری 4 تا پتو 3 تا 4 تا اسکات. خود ببینی. خب ما کوک همینه. ما شهر آمدیم. شما دیم متعهد نشون. خب سرد. خب اسم شریف شما؟ محمد گل. کاکا محمد گل. بله. ولد بکلامه. خب چرا با پیار شما گل نداشتید؟ من چی خبرم؟ نه دیگه شما اشتباه کردین دیگه اسم خود. بعد اسم پیار خودم به اسم خود خو یعنی گل بعد میداشتید. خب نداره دیگه. خب بسیار خوب. چی کاروبار داریم؟ چی مصرفیاتی داریم؟ چی همیشه پرده 4 تا گوسفند داریم. با کجا پرتیم؟ به تصدق؟ نه وقت زرای برده. حقیقا؟ خب چرا نمیریم خونی خو؟ به خونه مرجا نمیدم. جا نمیدن؟ سال خرابه. سال خرابه؟ خشکیه. بسیار خوب. خونه به سال چی کار داره؟ خونه به سال چی شی نباشه تو کی جا میده؟ راست میگی میته گپه. خب متعهلیم یا خونه دار؟ نه خونه متعهله. متعهله؟ بله. چرا خونه دار نشدین تا حالا؟ خونه دارم با میشین در جنب. کی بخیر؟ کمر به عروسی خان خبر کنین. عروسی باشد خلاص. خب چرا تخور کش میکنین لالا؟ کاش نمیکنه دار بری حالا کو. دستم شل شو خب پس نرین لالا. آره برو. خب میبینی این بغل همه خالگاکی که به بغل ششته او بیبی خوشو هم میمانه. میگم اجاتی لالا رو مر یک بوسی بکنی. دیوم از هم میگم یک چاربیتی بخونی. ما چاربیتی یاد نداریم. نون خوردر یاد داری؟ خب باشه یک سوال دیگه بکنم. بعضا مردم قدیم میگم پسخی بسوختی یعنی چی؟ یعنی پیش نگه. خب کشمیش سیاه دم بداره. بخبر نیم. حال بیاد یار کدو. بخبر نیم. خود چره؟ استاد استادم دست برو خب زنکا بیبرو لباس میریم. های صوفی صاحب ببینید چی میگه. با من میگم مثل زنکا بیبری ولی لباس میری. خب استاد شو پاس.
خب این برای خود بزنه توفنگ هم بزده باشن که خدا به ما پسری داده. شاید بزده باشم. توفنگ کنه بده اگه ریک جیر زده باشن. ها؟ نه چون وقت خبر نیم. خب پیر مادرم از شما خیر بدید تالی. واشته خیر نده. وای 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 وای. خرج خورمتون لالا پیدا کنی. نه خرج شما بدید. بسیار خوب. اگه به شما یک شغل پیدا کنیم هستیم؟ نه ما شغلیات نداره. بدون شوخی میگم. یک 10 تا میش خیلموگ میستون قرار بچرونه. خب بسونه چرا نمیستون ما بیادیمش میچرنه. جور باشه و چما برین چاشت خود شما. جور باشه. به نیت شما مردم نیه که میگم ما چای هم بدیم نیه؟ نه چای چی کنم؟ سال خوشگه. خوبه تیار باشین. دیدی دائم 60 روپیه برا. بیلا به اون منطقه کو 65 بده. بخیر باشه. بخیر باشه. خیر.